قسم ششم تفقه هست، یعنی یک عبارت فکری هست. الفقه بالعلم بالشیء والفهم له. تفقه چی رو میگن؟ تفقه با علم در یک چیز فرق میکنه. مثلا علمی است که شما مثلا یک چیز نمیره، مثلا گلاس نیست، درباره از گلاس یک کسی فکر کرد که این قسم باید برای آب نوشیدن یک گلاس ساخته شود، این علم است. اما تفقه چی رو میگه؟ تفقهی است که در قرآن عظیم الشان فکر بکنیم، در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، در صحیح مسلم، صحیح بخاری، ابن داود، ابن ماجه، سنن نسائی، در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، در این احادیث چی کنیم؟ فکر بکنیم و تفقه حاصل بکنیم و عقیده توحیدت از قرآن عظیم الشان بگیری، نه از گپ ها و قصه های مردم بگیری. از این خاطر الله متعال میگه و ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. چرا از هر گروه یک طایفی باشن که اونا تفقه در دین بکنن. ولینذروا قومهم، باز اینا بترسان قوم خودن وقتی که حتی مجاهدینی که از جهاد برمیگردن این فقها اونا را برشان بفرمایند اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. اینی تفقه در دین چیست؟ از این خاطر امام بخاری رحمه الله روایت میکنه عن معاویه قال سمعت النبی صلی الله علیه و سلم یقول من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. کسی که الله بر از او اراده نیک کرده باشه او فقه در دین میشن. ببینید فقه چی است؟ فقه در دین امام ابو حنیفه رحمه الله یکی میگه فقه اکبر است و یکی فقه اصغر است. ما در مدرسه قبلا وقتی که میخوانیم فکر میکردیم که امی فقه اصغر که فهمیدی این مسائلی که ما در اینجا خواندیم فقه عبادات و معاملات اینی هست، این ما که مدرسه خواندیم الله برای ما اراده خیر کرده. خوبی کسایی که انجینیر هستن، دکتر هستن، متخصص هستن، دیگر رشته ها هستن، برای از اونها اراده خیر هستن. نه، من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین، این فقه اکبر در اولویت است. یعنی شما مثلا شاید کسایی که درس میخوان در بینتون انجینیر باشه، در بینتون دکتر باشه، در بینتون بیزنسمن باشه به تجارت بکنن، در بین شما مثلا درایور باشه، در بین شما مثلا یک کسی دیگه کارهای مختلف کامپیوتر کار باشه. اینال اراده خیر الله بر کلی کرده چی هست که عقیده توحید درست یاد بگیره. فقه اکبر من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. وقتی بر ما و شما الله توفیق نصیب کرد که این فقه اکبره، مثلا در مسائل تخصصات دقیق اسلامی، مثلا فتاوات، بر یک مملکت یک تا مفتی کافی است. بر یک مملکت یک مفتی باشه اونجا در تلویزیون میشنن سوالا را جواب میگن. اما تفقه در فقه اکبر که مسائل توحید است، ایره باید کلگی باید ایره بفهمه و کسی که عقیده درست میخونه و عقیده توحید میخونه در حقیقت الله بفهمه که الله بر از او اراده خیر کرده. امام بخاری رحمه الله میگه که عن ابن عباس رضی الله عنهما، عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میگه که نبی صلی الله علیه و دخل الخلاء، میگه رسول الله صلی الله علیه و به تشناب داخل شدن فوضعت له وضوءا، میگه من بر رسول الله رفتم خدمتش میکردم، میگه من خواستم که رسول الله به تکلیف نشن، خودم رفتم مثلا آب گرفتم بردم پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، همونجا برش گذاشتم. فقال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که آب دید گفت من وضع هذا، یا ببره من که اینجا گذاشتم یک خدمت میکنن. و اخبره، میگه خبر داده شد که ایره عبدالله گذاشته، عبدالله ابن عباس رضی الله عنه. میگه فقال، میگه رسول الله گفت که اللهم فقهه فی الدین، یا الله عبدالله ابن عباس فقه در دین بگردان. ببینید از این حدیث چی معلوم میشه؟ از این حدیث معلوم میشه که بزرگترین نعمت الله چی هست؟ تفقه در دین است. و بزرگترین فقه چی است؟ فقه اکبر عقیده هست. و مسائل دیگه فقه اصغر کس، یعنی اینال اگر کسی اردو فقه را بگیره خب بسیار خوب و خوب، و حداقل برای هر کس این فرض عین است. فعلم، علم حاصل بکن، آیات قرآن است که یاد بگی. اینال که باید مسائل فقه اکبر که اعتقادات است. امروز بزرگترین مشکل است یک نفر 1000 رکعت نماز میخونه یک شرک میکنه، کل عبادتش از بین میره. لئن اشرکت لیحبطن عملک، اعمالت از بین میره ولا تکونن من الخاسرین، از جمله نقصان، خساره کردی. ماها روزه گرفته، ماها 100 بار حج رفته، لکن در یک شرک مبتلا شد تمام اعمال خیریزی از بین میره. و قسم هفتم و آخری چی هست دوستای عزیز که این بسیار مهم است؟ وقایه فکر از امراض فکری هست.
وقایه فکر یعنی فکرت وقایه بکنی از مرضهای فکری. آخر زمانی که ما و شما در این قرار داریم و مشکل اساسی آخر زمان در چی هست؟ مشکل خطرناک آخر زمان در امی هست که آل مکاتب فکری الحادی و کفری بسیار زیاد شدن. در سابق یک چند تا مکاتب فکری کفری بود، مثل سقراط و افلاطون، اینا عقل پرست بودن و عقل گرا بودن و هر چیز میگفت ما توسط عقل خود میفهمیم. امروز مکاتب فکری دیگه برآمدن، ماتریالیستی برآمدن و خطرناکترین مرض چی است؟ سیکولاریسم است. سیکولاریسم بیدینی هست و شما از ما که خوبتر میفهمین که سیکولار یعنی بیدین و سیکولاریسم یعنی که دین از تمام بخش‌های زندگی برداشته شده. بعضی ها سیکولاریسم واسه تقسیم میکنن. بعضی سیکولاریسم میگه که دین باید در مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و تعلیم و ایژوکیشن و تعلیم و تربیه میگه پاک دین نباشن. بعضی از دیگه ها میگن که نه، دین بیخی اصلا هیچ حتی فردی هم نباشن، کلگی باید بیدین باشه. از این خاطر سیکولاریسم دو قسم شده. یکی سیکولاریسم مکتب سوسیالیستی و کمونیستی هست که اونا دین کاملا حذف میکنه و مارکس آمد و گفت که افیون شعوب هست و میفهمین که با اندیشه مارکس تنها در افغانستان ما و شما به میلیون ها انسان کافر شدن. همین حزب خلق و حزب پرچم و احزاب که ساخته شد، مثلا احزاب قوم پرستی که الله میگه اخوت اسلامی هست، انما المؤمنون اخوة، قوم پرستایی رو قبول نمیکنه، میگه تا قوم نباشه من کلمه‌شون قبول ندارم. این با اندیشه مارکسیزم، با اندیشه مرزهای فکری را، با مارکسیزم و لنینیزم و با اینی مسائل در افغانستان ما و شما میلیون انسان کافر شد و نمیفهمیدن و شاید میفهمیدن و خودشان کفر میگفتن. و در بسیاری از کشورهای دیگه که ببینیم مثلا این سیکولاریسم که اونجا به نام مثلا پلورالیسم یا به نام مکاتب دیگه پلورالیسم و اینیا می باشه و مکتب سرمایه داری هست و اونا باز اندیشهشان چی است؟ اندیشهشان این است که اونا میگه که دین فقط در مسجد باشه، فقط در کلیسا باشه، فقط شخصی باشه، اما در ساختار و حکومت، در نظام، در این دین نباشه. و دموکراسی کفر دیگه که مثلا میگه که قانون باید پارلمان بسازد، چی حلال است، چی حرام است، چی جایز است، چی ناجایز است، این باید پارلمان بسازه و مردم خودشان باید قانون بسازن. این حال ای چی است؟ این بزرگترین مرض فکری هست که امروز مردم به این مبتلا هستن. امروز داروینیسم یک کفر است، یک طاغوت است، مثلا سوسیالیسم یک طاغوت است، کمونیسم یک طاغوت است، پلورالیسم یک طاغوت است. متوجه هستیم اینی مکاتب مثلا اتیست ها که هستن آل آمدن، مثلا ملحدین هستن، کسایی که بیدین هستن و در تلویزیون ها ضد دین و ازیا گپ میزنن، این کلش امراض فکری هست که متاسفانه در مکتبات تدریس میشه، متاسفانه در پانتون ها تدریس میشه، متاسفانه بسیاری از شاگردهای ایره مثلا در صنفا میخوان، در افغانستان در پانزه علوم اجتماعی در بخش فلسفه میخوان. من در صنف فلسفه صنف اول رفتم، سعی کردم کلش مسلمان، صنف 4 که رفتم که سعی میکردم که از دان کلش کفر باد میشه. خودم به چشم خود در اینه میردم و نظام جمهوریت در 15 علوم اجتماعی در دیپارتمنت فلسفه به چشم خود دیدم و کتابی دیدم که یک استاد بود، یک استاد از اون یک پوهان بود، پوهان نوشته کرده بود که غلطی های خداوند العیاذ بالله کفر امجدنی، کتاب عزیز بود و من این تقریر از اینم نوشته کردم و سرزی در دیپارتمنت کردم، لکن هیچ کس سرزی چی نمیکرد، رای نمیزد. بناهن متأثر شدن به اینی افکاری که امروز اکثریت مردم میشه و این یکی از نواقض ایمان است که ما شما یک درس داشته باشیم در باره نواقض ایمان که ایمان یک انسان هم مشکنانه. پس بزرگترین عبادت فکری چی هست؟ یکی از این قسمایش هست که انسان فکر خدا وقایه بکنه، مثل که مثلا یک مسلمان خدا نماز میخونه، خدا از زنا و شراب و دزدی و قمار وقایه میکنه. اینمی قسم انسان مسلمان در مسائل آیات قرآن و اینا تفکر و تدبر میکنه و فکر خود از این مرض ها و گندگی ها میکشه. چرا که حتی اگر خواسته باشید من فتاوای علما را براتون ذکر میکنم.
میشه که بازی رو در درس‌ها دیگه اگر خاص انسان ذکر بکنه که علمای اسلامی کسی سکولر میشه و یا کسی در احزاب سکولری مثل احزاب مثلا چپی و راستی و ترا میگن یا داخل میشه یا تو از ایمان خارج میشه به خاطر از اینکه این انسان مثلا امی اندیشه سکولر و بیدینی و بی خدایی را این قبول میکنه و کسی که قبول بکنه با اینمی قوانینش یا تو از دایره ایمان خارج میشه. آخرش علما میگن که فواید و منفعت عبادت فکری چی است. وقتی که ما عبادت فکری رو بکنیم چی میگن؟ اول میگه رضایت و محبت الله حاصل میشه، سینه انسان باز میشه و سکون و آرامش بر قلب حاصل میشه، سبب خوف و خشیت از الله میشه، حکمت و سبب حکمت و بیداری قلب میشه. از تمامی مسائل مثلا انسان وعظ و عبرت میگیره، از سیرت سابقین، از آیات قرآن، از احادیث، از دروس سیرت، از کل از چی میکنه؟ تفکر اندیشه یک ارزش عقلی بزرگ است که به بیداری افراد و ملت ها می انجامه، سبب شناخت دوست و دشمن میشه. تفکر و تدبر و عبادت فکری از دسایس دشمن انسان نجات میده، انسان از هلاکت و بدبختی در دنیا و آخرت نجات میده و انسان مؤمن چی میشه؟ عامل حقیقی عمل کننده به کتاب و سنت می باشه و این انسان با فکر باز قدر دین میفهمه، قدر پیغمبر میفهمه، قدر توحید میفهمه، قدر قرآن میفهمه و قدر اسلام میفهمه. این منفعت ها هست و بزرگترین منفعت شمی است که انسانی که عبادت فکری میکنه فکر خدا از امراض فکری، چی کمونیسم است، چی سوسیالیسم است، چی دموکراسی هست، چی بیدینی هست، چی قوم پرستی هست، چی نشنالیسم است، چی داروینیسم است، اقدری کفریات زیاد از ظلمات و نور. در قرآن ظلمات بسیار زیاد گفته، نور یک نور است که صراط مستقیم است. اینا از تمام این ظلمات و تاریکی های اندیشه و فکری را حفظ میکنه و انسان مسلمان یک انسان با فکر و با اندیشه و با فهم زندگی میکنه که بازی انسان هیچ کس فریب داده نمیتونه و ایمان ازیره اینمی فکر سالم حفظ میکنه. در غیر از او بسیاری کسا هستن که خوب در مسائل دیگه علمیت هم داشته باشه لکن از نگاه فکری فکرش خراب میشه و در یکی از این مکاتب فکری الحادی داخل میشه و بالاخره سبب کفر ازی و سبب ارتدادش میشه. الله متعال همه ما و شما را توفیق نصیب بکنه که عمل بکنیم و فکر خدا جور بکنیم و فکر خدا از این امراض حفظ بکنیم تا سعادت دنیا و آخرت نصیب ما و شما شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.